الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره مبارکه والعصر تلاوت شد و از اون سوره هاست که به اعتبار آیات و به اعتبار جملات و کلمه هایی که در این سوره به کار رفته است سلام بسیار مختصر هست، اما به اعتبار محتوا و به اعتبار معنا سوره بسیار جامعه است، فراگیر هست، شامل نجات انسان هست و سعادت انسان هست. روی همین مطلب بود که بعضی از صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وقتی یک دیگر را ملاقات می‌کردند در بینشون سوره مبارکه والعصر قرائت می‌کردند و تلاوت می‌کردند به معنای این که می‌خواستند زندگیشون را با سوره زیبا و سوره نورانی والعصر تطبیق بدن. واقعا اگر انسان ملاحظه داشته باشه و دقت نظر داشته باشه و توجه داشته باشد در سوره مبارکه والعصر، این سوره زیبا برای هدایت انسان کافی است، برای نجات انسان کافی است. و روی همین از امام شافعی رحمه الله تعالی منقول هست که می فرمودن اگر تنها سوره والعصر الله نازل می کردن به همین سوره توجه می شد. مطلب مقوله امام شافعی رحمت الله علیه و مفهومش همین است که این سوره برای نجات انسان کافی بود. الله رب العزت این کتاب زیبا را نازل کردند و بسیاری در آیاتی که الله نجات انسان را خلاصه می کنند، بسیاری جا به صورت مفصل الله ذکر می کنند مطالبه و هم جنبندی می کنند و هم با تفصیل بیان می کنند و هم تفسیر به جای خودش مهمه و حیاتیه و مفیده تا ما به صورت مشروح بدانیم راه نجات را و مفصل بدانیم و خلاصه می کنند و اجمال می کنند تا ما اگر فرصت نداشتیم
از اجمال قرآن استفاده بکنیم و این روش ربانی هست و روش بسیاری از نویسندگان هم همین روش الله تعالی را اختیار می کنند، هم تفسیر و هم آخر خلاصه را ذکر می کنند تا فهم آسان تر باشه و درک آسان تر باشد. الله تعالی اینجا به زمانه و تاریخ سوگند یاد کرده است که اکثر انسانها و انسانیت به زباله تاریخ رفته است و در زبالدان تاریخ افتاده و دچار شکست شده و دچار خساره شده است و انسان در دچار تباهیت شده است. و چرا که او مسیر صحیح را و راه درست را که راه سعادت هست انسان ویل کرده است. انسان به مخالفت پرداخته است و پروردگار و به مخالفت پرداخته مخالفت کسانی که فرستادگان ویژه رب العالمین و انبیاء علیهم السلام و رسولان خدا، اینها حرف اون انسانهای استثنایی انبیاء علیهم السلام را قبول نکردند، به مخالفت با انبیاء پرداختند، به مخالفت به خدا پرداختند و به ظلم پرداختند به جای عدل، به جنایت پرداختند، به جور پرداختند و لحاظا انسانیت تعدی کرده و تجاوز کرده و طغیان کرده است و طغیان و سرکشی سبب نابودی انسان و خساره شده است و انسان را به زبالدان تاریخ انداخته و انسان مایه رسوایی انسان، مایه شرمساری انسان شده و در قبر و در میدان محشر و در آخرت این انسان ها بر رسوایی دچارند، با تباهی دچارند، با خسران خساره دچارند. انسان به مادیات توجه کرده و به مادیات رفته و ایمان آورده است و لحاظا بجای اینکه به الله ایمان بیاورد به معنویات ایمان بیاوره و هدایت را قبول کند و مادیات جایگاه خودش را داره و ایمان جایگاه خودش را داره. هر چیز را به جایگاهش که قرار بدیم میشه عدل و اگر برخلاف بکنیم میشه ظلم و لحاظا انسان ها از ظلم به تباهی رفتن. الله هشدار میده آیا انسان ها چشم باز کنید، آیا مسلمانان چشمتون باز کنید، کجایید شما، کجا دارید میرید، برگردید، توجه کنید، متوقف بشید. انسان ها تاریخ نگاه کنید که تاریخ آموزنده و تاریخ مهمه و سرنوشت ساز. انسان ها اگر میخواهند عبرت بگیرند و درس بگیرند و زندگی شایسته داشته باشند باید به تاریخ بنگرند، تاریخ اقوام و تاریخ ملل و تاریخ نحل و تاریخ بشریت نگاه کنند که بشر چگونه بوده است و چگونه رفتار کرده است. لہذا الله هشدار داده. بسیار جای افسوس و حسرت که بشر عبرت نمیگیره، انسان عبرت نمیگیره. باز انسان معاصر و انسان امروز راه انسان دیروز میبره. همون انسانایی که به خساره رفتن و به تباهی رفتن و دوچار خساره شدن راه اونها را میبره، عبرت نمیگیره و درس نمیگیره. این ملت ها را که الله اشاره به اونها میکند ملت هایی هستند که بخشی از این ملت ها در دنیا به عذاب گرفتار شدند و با خشم و غضب الهی و قهر خدا روبرو شدند. الله من شما را نجات بده. پناه به الله تعالی از ناراضگی الله، از عذاب الله. عذاب الله شدیده، عذاب خدا سخته
عذاب خدا ذلت باره و عذاب خدا عزیزان گرامی بسیار خطرناکه. لہذا اینها به عذاب گرفتار شدن. قومهای شکست خورده، قومهای سرنگون شده، قومهای تاریخی دنیا که در اثر نافرمانی تاریخشون را از دست دادن و بر روی سیاه و چهره سیاه مواجه شدن، اینها را بنگرید. فرعون نگاه کنید و نگاه کنید به سرنوشت عاد و ثمود، قوم لوط و قومهایی که قرآن اونها را تذکره کرده و یاد کرده است. بیشتر قومهایی هستند که در نزدیکی حجاز بودند، جایی که قرآن عظیم و شان نزول کرد و اون مردمی که اولی مخاطب قرآن بودن میفهمیدن که قرآن کجا را نام میبره و از چه قومهای یاد میکنه و اینا کجا آباد بودن و قرآن خوب میفهمیدن. و الا خیلی از این ملت هاست که در قرآن تذکره نشده ولی خصوصا ولی عموما تذکره اونا آمده که قومهایی را که الله به هلاکت و تباهی رسونده. راه انبیاء را خلاف راه انبیاء رفتن، مخالفت کردن با انبیاء علیهم السلام، مخالفت کردن با کتابای آسمانی و مخالفت کردن با رب العالمین، از حد انسانیت تجاوز کردن و سر به طغیان زدن و سر به سرکشی زدن. الله استثناء میکنه یک گروه کوچکتری را از ان الانسان، اینها را یک گروهی را از انسان ها استثناء میکنه که اونها نسبتا کمترن و گروه کوچکتر است و این گروه ناجیه، این گروهی که از عقل کار گرفته و این گروهی که تاریخ بشریت را مرور کرده است و نشیب و فرازهای ملت ها را دیده است. او که تاریخ را دیده، او که فکر کرده، او که سعادت یارش شده است و اونها و قومی که در مقابل خدا تسلیم شدند و تن به عدالت دادن، تن به انصاف دادن، از ظلم و اجحاف دوری کردن و تندروی و تکروی نکردن. این قوم ها را الله استثناء میکنه. الا الذین آمنوا، به معنای آنه که اینها در مسیر اعتدال بودند. اعتدال در اعتقاد و ایمان، اعتدال در عمل کرد خیلی مهمه و راه میانه و صراط مستقیم و راه متوسط و افضل ایمان راه ایمان هست. ایمان آوردن به الله رب العزت، مگر کسانی که ایمان آوردن، رابطه قلبی با الله برقرار کردن، رابطه ایمانی با پروردگار برقرار کردن و به خدای عز و جل ایمان آوردن. ایمان بالاترین سرمایه است، بزرگترین نعمت امتها و ملتها و جامعه و افراد ایمان هست. ایمان هیچ سرمایه است که قابل سنجش با مادیات و قیمت نیست. ولی الله تعالی یک جای فرموده است که آنانی که کفر کردن و به کفر مردن، اگر اونها الله تعالی می فرمایند به اندازه پری این زمین طلا بیاورند و همین اندازه دیگر طلا در اختیارشون باشه و بخوان پرداخت بکنن تا نجات بگیرن، قبول نمیشه. ما تقبل منهم، بعض اونا قبول نمیشه. سرمایه ایمان بالاترین سرمایه هست و بالاترین ثروت ایمانه. سرمایه های مادی و سرمایه های دنیوی نعمت پروردگارند ولی هیچ نعمت به نعمت ایمان نمیرسه. الله ایمان من شما را حفظ کنه. ایمان مهمی عزیزان من و ایمان بزرگه، رابطه قلبی با الله تعالی و ارتباط با رب العالمین، ارتباط صحیح و ارتباط درست و عبادت قلب. عزیزان من
ایمان هست، اولی عبادت و از اینجا دین شروع میشه، از اینجا ارتباط با الله شروع میشه و از اینجا انسان در مسیر صحیح بندگی قرار میگیرد که به پروردگار ایمان بیاورد. این گروه ناجیه. برای این الله تعالی 4 چیز اینجا ذکر کرده است. اولی ایمانه و بزرگتر از همه این عرض کنم که سرمایه های نجات بالاترینش ایمان هست. ایمان قابل قبول و ایمان صحیح، ایمان درست و ایمانی است که اعتقادی است که به الله تعالی باشد و به انبیاء علیهم السلام، به معاد و قیامات و همه آنچه که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از جانب الله تعالی آوردن بر حق، قرآن بر حق و جمعی آنچه که به صحت رسیده به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از احادیث و جمعی قرآن عظیم الشان، اینا همه حق و الله واحد و لا شریک نداره. ایمان مهم، ایمانی که نزد الله مقبول واقع بشه و الله تعالی قبول بکنه ایمانا. ایمان سرمایه بیمانند هست و ثروت بی مثلی است. الله تعالی ایمانهای همه ما را به پای کمال برسانند و ضعف‌های اعتقادی و ایمانی ما را برطرف بکنند. دومی عمل صالح، که عمل صالح یک چیز بسیار وسیع، همه خوبی ها، همه خیر و همه نیکی ها را میتونه عمل صالح شامل باشه و نماز، روزه و حج و زکات و همه خوبی ها و خیرات و برکات شامل حال عمل صالحات. هر نیکی که شما انجام میدید این میره در عمل صالح. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. و اعمالی که باقیان و صالحان اینها نزد خدا بهترند و اینها مایه نجاتن و اینها بهترین چیزی هستند که انسان به اونها آرزو بکنه و تمناش را داشته باشه و امید خودش را ببنده. و دل بستنی و دل دادنی این اعمال صالح، اعمالی که باقی میمانند خالص باشند از ریا و ریا در اونها نباشه، با نیت صحیح و درست باشد و اینها اعمال بی ریا را الله میپذیره. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت کنه. 2 چیز را الله خاص کرده از بین عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینها 2 چیز ویژند که الله تعالی ذکر میکنه. همه اینا ویژند، اما اینها را الله مهم دیده که وصیت به حق بکنه، امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، حرف حق بزنه و آنچه که حق گویی این خیلی مهمه که انسان حق بگه و از دین حق صحبت بکنه. به طور کلی آنچه که حق وصیت کنه، یک دیگر وصیت کنم به حق، این خیلی مهم است. و بعضی اینا تفسیر کرده به امر بالمعروف و تواصوا بالصبر را به نهی از منکر. به هر حال این تفسیرم درسته به جای خود. از گناه من کنه، از ظلم من کنه، از اجحاف من کنه، از راه نادرست من کنه، از خلاف شریعت من کنه و امر بکنه به اطاعت از الله و رسول و امر بکنه به حق امر بکنه. و اینها حیاتیان مهمان، هم خودش از لحاظ اعتقاد درست باشه، هم از لحاظ عمل کرد درست باشه. و این تعبیر دیگر است که در پی اصلاح جامعه باشه، در پی اصلاح مفاسد باشه. امروز فساد چه اندازه به سرعت داره به طرف مسلمانان می آید، بلاد اسلامی می آید، شهرهای اسلامی، جامعه اسلامی. و لحاظا
چیز مشکل آنه که تواصل بالحق و تواصل بالصبر در دنیا کم شده، نفسی شده. و یکی از علامات قیامته که هر کس در فکر خود باشه و در فکر فرزندان خود باشه و در فکر جامعه نباشه، در حالی که ما باید فکر خود، نجات فرزندان و نجات جامعه مد نظر باشه. نباید ما بی تفاوت باشیم توی جامعه چه میگذرد و توی این کل دنیا چه میگذرد. باید هر جا وصیت به حق باشه و وصیت به صبر باشه. ما بی تفاوت نباشیم نسبت به دین، بی تفاوت نباشیم نسبت به عمل کرد جامعه. آنچه که در جامعه میگذرد، حقوق انسان تعدی میشه و از حقوق الله ضایع میشود. باید ما بی تفاوت نباشیم، بگیم، توصیه بکنیم و کوشش کنیم و تلاش کنیم که حقوق انسان ها رعایت بشه و مردم حقوق الله را خلاف نکنند، حق خدا را ضایع نکنند. گرچه الله بے نیاز از اینکه ما او را بندگی بکنیم، ولی الله حکم صادر کرده و امر کرده است و امر الله قابل اطاعت ہے. باید فرمان برداری بکنیم ولو اینکه سر ما از تن ما جدا بشه، ولو اینکه اعضای بدن ما قطع بشوند، ولو اینکه ما کشته بشیم، اما حق خدا را نگذاریم ضایع بشه. الله رب العزت بزرگان و نعمتش فراوانه و همه جهانیان مدیون فروردگاران، بدهکار فروردگاران، چون هرچه دارند از الله دارند. ما برده خداییم، ما بنده خداییم، ما غلام و کنیز فروردگاریم، ما غلام زاده اللهیم، ما کنیز زاده اللهیم. ولذا الله را نباید برنجانیم. بی‌انصافی، ظلم، حماقت و نادانی و جهالت که انسان به ناراضگی خدا توجه نکنه و نسبت به خداش بی‌پروا باشه. این سفاهت بزرگی. عقل و هوش که قرآن جای به عنوان اولوالالباب یاد میکند، ان فی ذلک لذکری لاولوالالباب، و صاحبان عقل را الله فرا میخواند و فراخوان میدهد به این که از ربش اطاعت کند، فکر درست باشه و فکر صحیح. عزیزان من، مهمه که انسان فکر درست بکنه، به هیچ قیمت و برای هیچ کسی و برای هیچ منافع انسان ربش را نافرمانی نکنه، شریعت اسلام را نافرمانی نکند و سنت حبیب را ترک نکنه برای منافع. و لحاظ سنت حبیب قابل اتباع. و بعد از احسان رب العالمین که جایگاه خودش را داره، احسان هم الله تعالی برای بعثت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و احسان خود آن حضرت بر ما. الله میگه من بر شما احسان کردم که از خود شما پیامبر فرستادم و الله هم بر ما احسان کرده و احسان رحمت للعالمین محمد امین صلی الله علیه وسلم بر ما بسیار سنگینه و زیاده، برای اینکه برای ما بسیار زحمت کشیدند، قربانی دادند و حق امانت خدا را ادا کردند و حق امت را هم از گردنشون ادا کردند، برای نجات ما تلاش کردند و از هیچ قربانی و مجاهده دریغ نکردند. ما همواره باید عشق بورزیم به الله تعالی و به رحمت للعالمین محبت بورزیم و راه و رویه و طریق و سنت آن حضرت را اتباع بکنیم و در زندگی بیاوریم و حکام الهی را افتخار کنیم و در زندگیمون بیاریم. روی این باید عزیزان من فکر کنیم که
زندگی جاودانه نیست و امروز یا فردای ما باید به ملاقات پروردگار بریم و ملاقات پروردگار عزیزان من چیز معمولی و جزئی نیست، مهمه و معلوم نیست که خدا را چگونه ملاقات میکنه. آیا خدا را غضبان و در خشم میبینیم و خدا را در قهر میبینیم یا خدا را خوشنود و راضی میبینیم؟ چقدر او انسان مبارکان، چقدر او انسان موفقان، چقدر او انسان سعادتمندن که ربشون را راضی بکنند و قبل از مرگ و موت رضایت رب العالمین بگیرند و خدا را خوشنود بکنند. غضب خدا را با توبه خاموش بکنید، غضب خدا را با صدقه خاموش کنید، غضب خدا را با نماز خاموش کنید، غضب خدا را با تلاوت کتاب او، با زیاد و ذکر او، با کار خیر، خدمت به انسانها، خدمت به مخلوقات، رسیدگی به یتیمها، بیوه‌ها، خانواده زندانی و رسیدگی به مدارس و مساجد و امور خیریه شما رضامندی رب العالمین میتوانید بگیرید. الله راضی میشه از بنده به شرطی که توفیق شامل حال من و شما باشه و طلب باشه، جستجو باشه که رضایت پروردگار را بگیریم، اهمیت قائل باشیم و برای ما مهم باشه. این روزهای سروران گرامی یه آزمون بسیار بزرگ در ایران اسلامی و ایام انتخابات و روزهای هستند که من و شما برای سرنوشت خودمون، مقدرات خودمون، من و شما بشینیم و فکر بکنیم و پای صندوقهای را در جمعه آینده من و شما حضور گسترده فعال داشته باشیم و حاضر بشیم پای صندوقهای را و توجه کنیم و دقت نظر داشته باشیم که به چه کسانی ما باید رای بدیم. هم از یک طرف انتخاب شوراها هست و شورا هم مهمه و حیاتی هست برای ساختن شهر و برای دفاع از حقوق قانونی هست و اختیاراتی است که در شوراها، قانون در اختیار شوراها گذاشته و شوراهای شهر باید از اون قانون و اختیارات خود صحیح استفاده بکنند در جهت منافع شهروندان، در جهت منافع مردم، در جهت خدمت به مردم. باید از قانون و از اختیارات خود صحیح و درست استفاده بکنند. حیاتی و مهم است. یک وظیفه من و شما داریم در انتخابات، در انتخاب اصلاح و در انتخاب نسبتاً افراد بهتر و یک وظیفه شورا داره و رئیس محترم جمهور داره و لحاظا اونها هم وظیفه شون انجام بدن، ما هم وظیفه من انجام بدیم. و توصیه ما همیشه عام بوده است بنده که شما سعی بکنیم که با ائتلاف کار بکنیم و اعتقاد بنده اینه که ائتلاف همه شهروندان ما ببینیم در ائتلاف. هم اینجا عزیزان شیعه ما هستند، هم عزیزان اهل سنتند، هم فارس هستند، بلوچه و اگر بالاخره نگاه بیشتری بکنیم هم سیستانی هست و عزیزان شهرستانی ما و عزیزان بلوچ اگر کنار هم قرار بگیرن و با ائتلاف کار بکنن، ائتلاف نتیجه عرض کنم که رشد ملت هاست و مردم رشید دنیا
می نشینن با هم توافق میکنن و انتخابات توافقی و ائتلافی تشکیل میدن. این بسیار بهترین مطلبه و اما گذشت میخواهد و اما نصیب ملت هایی است که اونها گذشت دارن. آنجایی که تشخیص میده اینجا حق ماست، از حق خودشون گذشت میکنن، سه صدر نشان میدن و لحظه با ائتلاف و با توافق بهترین میشه انتخاب. و اگر فرضاً یک شورا یا هر کسانی را که انتخاب میکنن مورد خاص نباشه، اما خود اتحاد و اتفاق چیز بسیار مهمی است و برای تامین منافع جامعه و اقوام تأثیر گذار هست. و بنده همواره با گذشت مردم زاهدان دیدم و الحمدلله با گذشت و سعی صدر و خود گذشتگی آمدن توی صحنه و همواره موفقیت و سربلندی کسب کردن. ما امیدواریم که با انسجام، اتحاد و وحدت مردم عزیز زاهدان کنار هم قرار بگیرند، هم شیعه و سنی و همه اقوام و مذاهبی که اینجا هستند و با عرض کنم که وحدت بتوانند عمل بکنند و انشاءالله نتیجهش برای شهر زاهدان مهمه. ما بنده عرض می کنم که این بار ثبت نام بین 300 تا 400 نفر زاهدانی ثبت نام کرده، مردم زاهدان ثبت نام کرده و مردم زاهدان ما به کسی میگیم که در زاهدان مقیمند و اینجا هستند و بودن اینجا، اما شما زاهدانیه و بالاخره اینجا زندگی میکنید و سابقه دارید در زندگی اینجا و به خودتون تقسیم نکنید، شما یکی هستید و لحظه این بار جمعیت زیاد بود و اینها بل 11 نفر نیاز هست در شورا و مطمئناً مقدار از یک حیث بسیار خوشحال کننده که در اینها خیلی افراد کار دیده و توانمند که گذشته تجربیات داشتن هم موجود هست. میشه بهترین افراد به دست آورد و گرچه بهترین زیادن و خیلی هم ایمانان و از یک حیثیت که جمعیت زیاده و ناراضگی زیاد خواهد بود و دلشکنی، این چیزیش که ناخوشاینده. اما ما امیدواریم که همه به بزرگواری و سعی صدر و مردانگی ایثار بکنند و بر خود ترجیح بدن دیگران را تا این انشاءالله شکل بگیره و بالاخره یک شورای کارآمد بیاید. جا داره بنده از شورای گذشته تشکر کنم، واقعا زحمت کشیدن و واقعا مخصوصا در خاتمه و آخر شورای گذشته به خیر شد الحمدلله. زحمت های زیاده را با همکاری مسئولین و همکاری شهرداری و زحمت شهرداری در حاشیه شهر و منطقه محروم مخصوصا کشیدن و همه ما در حق این شورا دعای خیر میکنیم و اینکه خاتمه به خیر شدن. به هر حال این چیز بسیار خوبی است، گرچه تبلیغات شده، اما اگر انصاف بکنیم و عمل کرد شورا را نگاه بکنیم الحمدلله شورای خیلی خوبی شد و زحمت کشیده. به هر حال هیچ کسی ادعا نداره که ضعف نیست، ضعف در شورا نبوده یا ضعف در ما نیست، اما ما دارای ضعفایی هستیم، ولی خاتمه وقتی به خیر بشه و انشالله این نتیجه خیر هست. و مهم، نقطه مهم ریاست جمهوری هست و که به هر حال نگاه همه ما باید اول در مسئله ریاست جمهوری به کسی باشد که منافع همه ملت ایران تامین بکنه. ما یک عضو
از این پیکره عظیم و بزرگ ملت ایران هستیم. اولین مسئله که ما باید نگاه بکنیم تامین منافع کل ایرانه و عزت ایرانه. کسی باشه رئیس جمهور که هم در عرصه های داخلی و هم در عرصه های بین المللی مایه سربلندی باشه، مایه عزت باشه. کم نیاره رئیس جمهور ما، چون ما ملت با فرهنگ هستیم و ملتی هستیم که تمدن کهن داریم و لحاظا باید رئیس ما کسی باشه که بتوانه نمایندگی ملت ما را بکنه. و بالاخره همه اینایی که تایید کردن به هر حال صالحان و اما ما باید در فکر داشته باشیم که رئیسی باشه که از لحاظ دانایی، از لحاظ توانایی و از لحاظ قدرت سر و گردن بلندتری داشته باشه و اونی که شما تشخیص میدید که اصلحه و به نفع ملت ایران شما به او رای میدید. ما صحبتمون بعض جا همین بوده که ما اول به منافع کل ایران فکر میکنیم و ملی فکر میکنیم و بعد ما معتقدیم که ما هم یه عضوی هستیم در بدنه و در این پیکر ملت ایران. اگر این عضو سالم باشه همه بدن سالم خواهد بود و اگر این عضو مریض باشه تمام بدن مریض میکنه. و لحاظا اول دید ما دید ملیه و منافع همه مردم ایرانه، منافع اسلام و دین باید باشه. و دومی نگاه ما کسی باشه که به هر حال این عضو را که اهل سنتن که مقدار دغدغه دارن و گلایه دارن و نارسایی های هست توی این عضو و لحاظا کسی باشه که این دغدغه را از اهل سنت برداره و اهل سنت را شهروند درجه یک، نه به لفظ نه به تعبیر به حرف بلکه عملا اهل سنت شهروند درجه یک قرار بده. ما درسته ما شکایت نداریم در رابطه با آبادانی و عمران و هزینه هایی که دولت میکنه در کل ایران خدمات میرسانه. در این قسمت ما شکایت خاصی نداریم، گرچه مسائل هست ولی همه مناطق در مناطق کل ایران هستند. اما مهمترین خواسته جامعه السنت و انتظاراتشون از رئیس جمهور و از نظام جمهوری اسلامی و از مسئولین نظامان است که بین ملت ایران تفاوت قائل نباشد و فکر نکنند که این شیعه است، این سنیه، این ترک، این کرد، این لور، این بلوچ، این فارس، این عرب، این ترکمنه، بلکه همه ملت ایران را با یک نگاه بکنند و خدا رحمت کند بر اون مسئولین، بر اون دست اندرکاران که همه را به یک نگاه میکنند و خدا هم به اونها است. اما خدا به اونها نیست. من صاف بگم که بین این ملت، بین این اقوام و مذاهب هر کسی تفاوت قائل باشه خدا به اون نیست و نصرت الهی شامل حال اون نیست. چرا که نگاه الله هم یکسانه. الله همه را روزی میده، همه را نگاه میکنه. خدا اینجا یهودی را میبینه، نصارا را میبینه، مسلمان را میبینه، فرق اسلامی را میبینه، اقوام را میبینه، ادیان را میبینه، مذاهب را میبینه. ما باید همه را که بنده خدا هستیم ببینیم. رئیس محترم جمهور آینده ما باید کسی باشد که همه را به نگاه یکسان نگاه بکنه، تفاوت قائل نباشه. و این درخواست اهل سنت هست که هم در
مدیریت های ارشد کشور و کلان کشور از توانمندان و شایستگان همه اقوام و مذاهب مخصوصا شیعه و سنی استفاده بشه. ما را هم عزیزان به آغوش بگیرن. انتظار ما از جامعه شیعه که عزیزان ما هستند و همواره ما به وحدت فکر میکنیم آن است که ما را به آغوش بگیرن و نگذارند که برای ما گلایه پیدا بشه، نگذارند که برای ما دغدغه پیدا بشه. و ما ایرانیه و ایران مال همه ایرانیان است. ایران مال سنی نیست، ایران مال شیعه نیست، ایران مال فارس تنها نیست، ایران مال همه ایرانیانه، دارای هر زبانه و تو یک شهر چندین زبانه، تو یک منطقه چندین زبانه، چندین گرایشه. ایران مال همه است. ایران خاص یک گروه و یک مذهب نکنیم، یک گرایش نکنیم، ایران بگذاریم مال همه ایرانیان بشه و وحدت ملی و امنیت پایدار ملی به همین حاصل میشه که ما یک دیگر را به آغوش بگیریم، تفاوت قائل نباشه. رئیس را انتخاب بکنید و رای بدید که توانمند باشه و همه را به یک نگاه بکنه و عدالت تا اجرا بکنه. مجری قانون باید قانون اجرا بکنه، ملاحظات در نظر نگیره. از زنگ هاست اعمال سلیقه و فشارهای لایه های فشار که ما هم در استان لایه های فشار فراوان، لایه بالای لایه هست و هم در کشور لایه های فشار داریم و لحاظا این لایه های فشار را توجه نکنه و لحاظا آنچه که عدالت هست، آنچه که منافع ملیه، آنچه که رضایت خدا هست، همون در نظر بگیره و همه را کنار. ما چند روزی هم در تهران بودیم و همین تعدادی از تحصیل کردگان منافع مختلف کشور از مناطق سنی نشین و جمعی از صاحب نظران همین رازنی کردند و بالاخره صحبت شده و به هر حال دغدغه هم مطرح شده و بهترین فرصتش ایام انتخابات هم تاثیر داره در آوردن مردم در صحنه انتخابات و هم این که مسئولین دردها را بدانند و دغدغه ها را بدانند و مشکلات را بدانند که کجا مشکلاتش و مشکلات چیه. باید مردم بخواهند، مهم برای مردمانه که مردم خواسته هایشون مطرح کنند، توی دل نگذارند که یک وقت انفجاری رخ بده. نه، مردم همیشه صحبت هایشون مطرح کنند و انتقاد سازنده بکنند، راهکار بدن، تخریب نکنند و هم مردم مهمه که وظیفهشون انجام بدن در راستای طرح خواسته ها و مطالب و مسئولین محترم باید ببینن ملت را و خواسته های اونها و حرف اونها. ما درخواست داریم از همه مسئولین نظام که حرف ما را بشنوید و ما را به عنوان ایرانی که آماده ایم از تمامیت ارضی ایران و از امنیت ایران جانانه دفاع بکنیم و در همه سانه ها و عرصه ها حضور پیدا کردیم. انتظارانی که رئیس جمهور آینده ما را ببینه و دولت مردان ما را ببینه و به خواسته های ما توجه کنند و همین به نفع کشور و منافع ملی را همین تامین میکنه و انشالله امروز ملت ایران به شناخت رسیده، به معرفت رسیده، ملت ایران به بلوغ سیاسی رسیده است و ملت ایران خوب میداند و تشخیص میده چه کسی بهتر هست و چه کسی اصلحه و نیازی نیست که ما به شما بگیم. شما الحمدلله خودتون واردید، انشاءالله تشخیص بدید خوب و رای خود را به پای صندوق بریزید، بی تفاوت در انتخابات نباشه و چون این را امانت و ما را که باید اصلاح میدونیم و بهتر تشخیص میدید که بهتره
و لحظه به او انشاءالله رای من بدین. رهبر معظم انقلاب هم توصیهش همین بوده که همه ملت شرکت کنن، اونایی که مخالفن هم بیاین، اونایی که قبول ندارن هم بیاین، چون مسئله سرنوشته. و ما هم همین فرمایشات رهبر معظم انقلاب تاکید میکنیم برای شما. و صلی الله علیه و انشاءالله وعده من و شما جمعه آینده است و انشاءالله رای خوبی بدید. و برای اینجا نوشتن که بلد و یادآوری که همین عزیزمان که در انتظامات خیلی زحمت کشیده و حق برگردن همه ما دارد، حاج گل احمد از جوانان انتظامات هم پسرشون در یک حادثه درگذشته است و درخواست دعا و نوشتن که مولوی عبدالغنی شاوزهی هم در کوته پاکستان ترور شده و ما بالاخره امیدواریم که الله تعالی ایشون مغفرت بفرمایند و شهادتشون قبول کنند و هنوز اطلاعات دقیق بیشتری در دست ما نیست. تقاضای دعا شده و امروز ما خرسندیم و خوشحالیم که استاد العلماء حضرت استاد حدیث حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور در مراسم شرکت دارند که از علمای معمر ما هستند و وجودشون برای مردم ما و ملت ما مایه خیر بوده و مایه برکت بوده و الله تعالی چنان شخصیت هایی را برای ما نگه دارد. و من توصیم به عزیزان نیروی انتظامیان است که مراعات کنند و اگر چند پارچه تکه پارچه تاکه پارچه که در یک ماشینی هست اگر این رد میشه بهتر است از این که سیم خارداری انداخته بشه و بالاخره یک جوان تلف بشه. این حاجا سرمایه ما است. این جوانان کسب و کار نیست و گاهی میرن الله ما میگن که ما تریاک نیارید، مواد مخدر نیارید، مشروب نیارید، ولی در کالای قاچاق که از لحاظ شرعی مشکل ندارن و تباهی برای مملکت ندارن، اگر ضرر دارن ضررش کمتره، ولی با توجه به بیکاری باید از مسامحه و چشم پوشی کار گرفته بشه. و امروز کمی دیر شد، من از شما عذرخواهی میکنم، ولی بالاخره جمعه ویژه بود و انشالله وقت نماز همان عرض کنم که 1:15 هست که نماز برگزار میشه. آخرین توصیه اینه که تهمت آقا نزنند، ایام تهمت، به شایعات توجه نکنند، ایام شایعات و بالاخره انتخابات سالمی داشته باشید، آخرت خودمان رو خراب نکنید و مردم تهمت نزنید، به مردم بدبین نباشید و خود بدبین باشیم و به دیگران خوش. انتخابات سالمی باشه. اگر کسی در ایام انتخابات شما را حول داد جوابش ندید، اگر شما را پشت داد جوابش هم ندید، اگر سیلی هم زد گذشت کنید و صلواتی بفرستید و برید، چون که دشمن سوی استفاده میکنه و لحاظا ما فرصت سوی استفاده به دشمن ندیم و قوانین رعایت کنیم. قانون مهمه و مقررات ما باید رعایت کنیم. ما خودمون شکایت داریم که آقا قانون در حق ما رعایت نشده، دغدغه داریم. خود ما باید قانونا سرسخت مراعات کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.